ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. شكر و ثنا دست پروردگار عالمین اسکن یم بیا گفیر تهی عزیز مؤمنان سیتن هم کلامی هن شرف عطا کر. حمد و ثنا دست پروردگار عالمین اسکن یزبارها ویزی اسی یموک عطا کران شو سیمو اخی کسیتن هم کلام سبدو بالخصوص تمن اموراتن بچن کرو گور فکر یمسی خدای سنشن دوراوانش سایتی تمن اموراتن برتی کرو فکر یمسی خدای س نزدیک حکنیت. لذا الله تبارك وتعالى اسكن شكر رب الجليل اسكن حمد و ثنا یہ لطف و عنایت عطا کرتہی عزیز مومنان سیتن ہم کلیمی ہوں. نینو عزیز و بزرگ و نوجوان بشز گوانتن پنس پانس توصیه کران تا عزیزن تذکر دیوان تقوای الهی. تقوای الهی چو بهترین زاده را، تقوای الهی چو سانی خطر اقصو بهترین راه توشه یوس ایسی هم یا دنیا سمزن بکارگی هم آخرت سمزن بکارگی. لذا الله تبارك وتعالى اسكن شكر بالخصوص يسعسية يتسمنان شو حج المساكين حج الفقراء يحج المساكين حج الفقراء جمع يأزيم إيد يجمع شو إذا مثلا شمار سبدان الله ديمس خد بس منذكر إشارة يشو إذا مثلا شمار سبدان. لذا باید ایسی هر ویزی خدای اسکن شکر بجانم که الله تبارک و تعالی شو ایسی توفیق عطا کرد. ایسی ما اکی کسیتن هم کلام سبد. لذا درود و سلام ایسن سانن ائمه هدا علیهم السلام پیشن یم بهترین در واقع اقصو رابط بین خالق و مخلوق. یقینا سونی رابط و گساسون دو طرف کنی ویچه ایس وچان اش یک طرفی رابط کنم، بلکه لازم شو یه گس ناسون یه رابط یک طرف که بلکه یه گس دو طرفان آسون یه ارتباط یک طرفه، یعنی بدون این که به ون به کار بیان مگه چو زمداری نسبت امام جامعه یوسعی امام شو وقت و امام شو مکوس اینه در واقع کس زمداری چی یا دوی الفاظ المزمانو یعنی مکه دوت ونیستان امام است نسبت کس کم دسم انجام. یسی سون امام
اسرج الله تعالی فرج شریف یا تاسم نایب بر حق ایس وچاو ایس زانو فکر کرو از کیا دکمنستان انجام فقط ایچا امام سیدس انتظار است دقت کرد یه رایت گسل آسان یک طرف فقط انتظار مگر سین زمداری کار کرد ایشون مهم چیز بچون زانون که از کیا شو نسبت امام زمداری اکسو وظیفه شرعی دیوتی زمداری شرعی زمداری در واقع اکسو اسی نسبته اسبازی همیشه یه چیز در نظر تابو اگر ایس در واقع امام چنیتان امام اس نسبت چه رابطه کردن آیا یه ماچو اس این موجود که سانین دادن کرده دوا سانین مشکلن کرده حل کنه ایش وچان در واقع امام اس ماش مسائل امام اس ماش مشکلات اس کرا خدای اس کن التجا که امام سن بعض مشکلات دتعسی امام اس نشکت مسائل دور رابطه کو ساسون اکسو دو طرفان رابطه آسون نه یک طرفه بیه یوسن آسون مقطعی معنی که اگو سو وقتی طور ذریت چاسی دلشی امام سے حاجت را امام تیگو مشد خدای تیگو مشد اتفاقی گوست ناسن که از اینکه ساسی بحث تای عزیزم اسوس گذشته بعد از مسیحان بکن بحث کرم سین انحرافات چه مختلف قسمه تمام از اس بحث سبدان انحرافات اعتقادی یا اعتقادی انحرافات اگر اس اعتقاد به نسبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چه یگوساسون در حقیقتا یعنی همیشه اتمز قسن اسی امام سیدن امام سیدس رایب تسمزن غفلت سبدی یگوسن فقط پنه و حاجت و موجوباسون خطی طورکه بلکه بگوسوس یه چیز زانون بچوس امیر المؤمنین علیه السلام سند مانن بود بچوس حضرت سند زانن بود یه رابطه گوس آسون رابطه حقیقی یه رابطه گوس آسون رابطه واقعی یه گوس آسون رابطه دو طرفان رابطه آسون یه گوس نه یک طرف رابطه آسون قطعی طور که بیگوس آسون همیشه در واقع نه یه دستگاه اسمه ذریات شد یعنی عزیز و بزرگ و نوجوان اگر اسمانو امام است نسبتاً که منو امام اسکر هزیاری ازگیس در مقابل از جمله سید معنی که استهز چی چانی یاری کتر آماده دقت کرده استگیس من استگیسی بر زبان علیم که اگر از امام مسکون التجا کران که خدایا اسکر یاری امام اسکر یاری چشی آبرو تشی مقام خدا استشهد تشی برگزیده انتخاب آمد کرد انتخاب یعنی در واقع هؤلاء صفواتی خدا فرمان یمشو من برگزیده افراد چنین وی افراد لذا یه اگر از امام است نسبت امکسون گرفته کرو بدگستوس ونن الله مجعلنا یا مجعلنی من انصار و آوانه خدایا مدي امام سنن انصارنت اعوانا مذكرا توجه كيف اللهم اجعلني قرار دي متي امام سنن من انصاري واعواني امام سنن انصارنت اعوانا مذكرا لذا اگر اسوانو اماموس اس نظمت کرد دفاع سون اعتقاد بس اتفاق اعتقاد محکم اعتقاد راسخ اعتقاد صحیح آسان که خدایا اگر دست به دعا سر دو امام از کن که از نسبت گیری دفاع از گسمانی داشتیش دفاع از ولایت آماده
یعنی عشت چه وزابین عنه والمهامین عنه از عشت چه دفاع کردن والن از کسی عشت شما عشتگیس در حقیقتا یعنی امام است یاری کردن والن از شما ارساب اتبرگوس اقصو رایبت آسون اگر ایسانو امام است کن که سین حاجت سبدن روا توجه کنید سین حاجت سبدن روا استگیش در مقابل جمله اتمنین که در واقع استش آماده امام سید حاجات امام سید فرامین امام سید حاجات بجعل کرده والمصارعین فی قضاء حوائجه با یه احدثمند ممکن دوست آسن بران اتمنى چیزی دارم جن والمصارعین الی فی قضاء حوائجه یعنی استگیش در واقع ات نسبتاً اتبوتن آماده آسنی که امام سید حاجات ماشوکا اسکرارا جو سوال کرو اسپانیس نفس اگر اسپانیس نفس سوال کرو ب تو عزیز سوال کرو تا به حال وینستاین کوس کم دیس میں امام سید خاطر انجام مدوتا زان امام سید نواز پر صدقه مکرا زان امام سید نواز پر کوئی یاری مکرا زان امام سید فرموشن پر عمل جو اگر اسپانین اعمالا سو کهوت دیمو کهوت خالو پنین اعمال بوند پنن شاید سری اعمال خلاف امام سبب امام چاعت میگی قایم مزن خوش بیس حرکت انجام چیز دیوان بیس کام انجام دیوان چیز نماز یس نماز اخسو وسیله از خدایش نزدیک است نماز یس قرب الهی حاصل کرنے کا وسیلہ نماز یس راہ نجات است نماز یس انسانش فحشات و منکرات و نشدور رکایا مگر تو چو احتی بنای ایسی ات نماز دی من الگ الگ خواهی ایکسز یکی بیکسیز خواهی فلنسز خواهی فستنسز یکی سین حاله ایشی ایسی ایمانش کمزوری چیزون ایمان ناقص ایش اسی امام است نسبت ایمانش در واقع خدایست نسبت ایمانش ضعیف امام اسی که اوقات ساین کامنت پڑھن آسان تیت ودان که ایسی روایت مزن دیش آموتن امام فرمان جناب شیخ مفید رحمت الله علیه توقیاتنا فرمان جناب شیخ ینتهی گمان که چون نشنه دوست فکر مشی تونس فکر مگر توهی گناهش باعث بنان مشی تاینش پیوان دور اختیار کن سین گناهش باعث بنان امام شو ات غیبت اس مزن دو هنر گسا اضافه سبلا اش شباسا اشکر هنر اشتوب اشکری نماز حس الگ الگ منن مزن الگ الگ آئی کرم ایشو از بازان شو از هنر نه ایش زلالت ایش گمراهی ایشون اصل چیز کیه ممکن دایواسی اصل چیز نه معنی عزیز ایشون کتی طور اصل چیز ایشو سو چیز مثل امام آزرد سبدان ایشو چیز مثل خدا در حقیقتا اصلش ناراض سبدان که از تلیس امام بس نسبت رایبته وشو این تلیس گوتنا آسان کی رایبته اتباعتن که امام شو سانین آمالن هندن مشاهده کرد امام شو سین آمال ایمان پیش کرد امام شو سین آمالن وشان ذره ذره وشان اشتباهی لاپرواهی اشتباهی کم لطفی کران نسبت اوامر الهی فرمایشات اهل بیت علیهم السلام اور یہ بالکل اکسو شاید انتہائی من به انتہائی لاپرواہی یعنی عزیزو بزرگو نوجوانو لذا یہ رابطوں کو ساسنی اتباعت ہیں کہ اگر اس در واقع خدایست مقابل در واقع این خدا سریز بارگاه مزن محضر است مزن
انیم گناهگار ات تو دلان چه اشوانان که خدایا که امام سن یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سن سو ظهور سکر در واقع نزدیک یا استان باطنان امام مگر اجن چو سوی که یہ سوال دیگا یشوز با که واریا چیز در نظر ثابتن نم ارائه زرز کرد اجن چو لازم یہ چیز هم اشون خدا سن امام وقت سوزن سن امام کرم ظهور مگر یہ سوال چه لازم که فکر کنیم تدبر کنیم آیا بشوسا سو زمین ساز امام صدیق خاطر کنکین بسا وقت هموار کرمز امام صدیق خاطر کنکین آیا اگر به نپذیب خدایست در واقع خدایست نیز معذرت من دعا کنم خدای میدی توفیق تا که بخصوص یہ زمین وقت هموار کرن خاطر اخبارن پان آماده کن دو امام ظهور کرد خودی روایت مثلا آمد شد که لو ان اشیعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من قلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم المن بلقائنا هذا فرمان در واقع کرد اگر مین زانن باید یعنی اشیاعنا یعنی مین شی مین زانن باید مانن باید اگر تیم بایستن خدای که من توفیق دیها یعنی سو اطاعت خدا سندر خدا سے اطاعت کرهان اتباع سوین کرهان پیروی سوین کرهان یعنی سو دین اجتماع اتفاق وفا با احد کرهان بعد از وفا کرهان یعنی یقینا فرمان که امام آسیا در واقع آموتن یعنی الفاظ مثلا ظهور اصلا نزدیک سبده بوده اما نتیجه که آشو یعنی بلکه مایوسی چه سبدان زیاده اگر ایسا آماد ایسا فرمان کرمودن ایسا زمین همار کرمودن یعنی امام سبده هن اصلشن سو مایوس تو محروم سبده هن اگر ایش یه اخشو سبب باعث بینتن شیخ توسی رحمت الله علیه شرح تجرید الاعتقاد از در فرمان وجوده لطف و عدمه منا امام سنسو وجود چو ساینی کرات لطف و کرم تا سنسو ناآسون چیز اشنیشه ساینی سیده که یه ساینی غناش باعث ساین غناش سبب بران که امام شو اصلشن دور اختیار کرد امام شو اصلشن دور اختیار کرد ایسا این اعتقادات يمكسنا عاصم انحراف اعتقادات میگوس اعتقاد آسم خدا شو بشان میگوس زانون آسم یه حرکت چه ایشان شرعی یه حرکت چه ایش غیر اخلاقی غیر مهذب انسان گوز زانون یه چیز انسان گوز تاریخ دادن یه چیز زانون خدا شو حاضر خدا شو بین اعمال بشان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شو بین اعمال حاضر و ناظر بشدن در نظر تایبتن بشان زانن یگوز اتباطن منو عزیزو انسان در حقیقتا زانونی چیز اس پر گوز رای بتا آسنه نه حتی خودی اگر اسوچو امام حسین علیه السلام سن اصحاب اگر امام سن اصحاب پر نظر تراو یقینا چه اسی تمین چنین چیز میلان ولایت محور یعنی ایچی نقصو پمپور ات شمس اندین گت کران شو پنون پان زالان شو ات گت کرکن اتبول گست اشی اقرای بتاواسون نسبت امام وقتی گست امام واسد گست یوتو رای بتاواسون یوتو تنگ نزدیک رای بتاواسون سین اعتقاد گست اعتقادات اتبول اصل محکم یه اعتقادات گست اصلا اعتقادی یعنی حقیقی واقعی بگوست زانون یکی امام شو من اعمالهم نازم یعنی خود روایتن عندرتشو یه گفتگو گمتن
سوینیم اعمال چه عرض یعنی پیشوان کرنه در خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شد. یه امام ماشی نظر تراوان بند زلیل سین اعمال بٹھن یہ چھو غلط یہ چھو غلط یہ چھو غلط یہ چھو غلط نه نا یحتمل شنو خدا در واقع راضی یحتمل شکر مت الفسر خاطر خودی گوش راضی رازم یحتمل چی بیس خاطر خودم گوش راضی رازم وش خدا است جایشن کنی در واقع خدا گوش راضی رازم از شنو سن اعمال ما شنو لبنه یا این چیز یعنی عزیزو بزرگو تو راشی دقت کردیم اش دو خدا نزدیک ستان دا 50 دارود این در واقع ایام محرمانه اینشو بهترین نقص موقع پنیس نفس از اصلاح کردید بشو بمانی کول که سوشل میڈیا چلان توی کسی درگار شو مرید شو میشونی بحث مگر محور گساسون خدا محور گساسون رسول صلی الله علیه وسلم محور گساسون ایمه خدا محور گساسون وقت امام محور گساسون سنگ بالامر المسلمین ایشی مهم چیز نه مخلوقات نه مخلوقات محور گساسون ایمه خدا علیه السلام محور گساسون رسول الله صلی الله علیه وسلم محور گساسون قرآن مجید ازگیس کوشش کردیم خود من بادر الى مراد الله ازگیس کوشش کردیم خدا گوش راضی روزه نه مخلوقات اش معمولا کوشش کردن که دنیا لوگوز گسی کوش خدا گشته ناراض نه دایش تازه برم گوی حرف است مثلا سید الشهدا علیه السلام فرماوان خدایا یمثلوک تمسکه رو یمثلوک تمکه لوک مهم چیز اگر خدا از راضی باشه سور دنیا پیدا کوئی پریشانی چه اگر دنیا سویت باشه خدا تراوی بر علمیه شو بر گم شو ادا کردنش خدای شاید امروز کنیم جمله عرض یو مخلوقات عزت ای رسپکت ایشو وقتی آسان ممکن اگر کنی کسی نظر منو حق منو توشو غلط یا یکم چیز انجام شو غلط سترای نماز بریم بشو مثلا اکشو تجربت نمازش غلط که حق بود مگر یمی استوک آور خدا است چه میتونه یمی استوک سرچشم خدا است چه میتونه مگر مخلوقاتو ایشون روزن وجزی قاطعانه عرض کردم ایشون روزن ولاست اگر اونی که عزیزان ایتار کرد غلط چرا پیش نکرد چرا شین شرایطیم نشی چه اخی در واقع حقی مناسب کردیم دم ناس نسبت این نماز ایون پاسر سوای نیون پاسر مگر این چیز چه این قسم گوشت انسان بار محبت خدا محبت گذبان رسول محبت گذبان ایمان خدا محبت گذبان قرآن گوشت محبت بناو جلسه امیر المؤمنین علیه السلام فرمود زی سید کرد دفاع بعیدیکم اتا سید کرد دفاع یه قدرت تمام چه قدرت چه اگر قدرت چی سینه دار سینه کرد سپر ولو حق من نس مثلا تجارت وایتی مگر تو گوشت کنه پاتر مگر کچتیم کان بازن کچتیم چشم موشن کچت زبان احرار کردن یعنی عزیز و بزرگ و نوجوان آخرش دنیا اسی تراون آخرش اسی یک دنیا هستن لطیف تا دنیا هستن گسون یس ابدی شد همیش شد یکی هر ذره ذره حساب کتاب شد یکی هر حرکات و سکنات موجود است سن افعال و کردار گفتار و رفتار موجود است برو کنین تراون لذا عزیز و معنی و بزرگ و نوجوان
ایچی فرصت شاید گشنو دوباره هیکی میلتنین ها اشو بکر دونش خلاص من عد نظر نشار اشو خودی آیه قرآن واضح الفاظ نماز فرماوان فبشر یعنی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت ده فبشر یعنی بشارت ده عباد الذین یستمعون القول یا رسول الله بشارت ده از تمن بندگان خدا تمن افرادن یم بوزان چه یستمعون القول یعنی خدایستن تیم قول بوزانش مگر آیا هر چیز پرتکون چیز پر شا عمل کران ممچی چیز آیا هر چیز شا عمل کران که نه جو ایت آیه مبارک است مثلا پروردگار عالمین فرمان فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب پروردگار سوره زمر 110 آیه نمبر فرمان که فبشر عبادی الذین یا رسول الله بشارت ده از تمن بندگان خدا تمن در واقع یه بوزان شد مختلف خود اما هر کول از پرچن عمل کران که فرمان خداوند تبارک تعالی یستمعون القول فیتبعون احسن دوید که عمل کران یوز بهتر شد دیگر که جایی که امر خدا دوید که عمل کران اولئک الذین هداهم الله خداوند که ما چیتی افراد ایمان خدایان چه روز وقت هم ساده لحظه ایمان خدایان اصل هدایت کنند و هم اولو الالباب ایمان چه صاحبان مغز وان کوشیر کنند ایمان چه کویر کام کرد لب یعنی مغز الباب هم اولو الالباب صاحبان مغز ایمان چه مغز کویر کام کرد یم مختلف قول بازانش اما پرتکون پرچن عمل کردن فیتبعون احسن یعنی عزیز و بزرگ و نوجوان دوستان biz benim arayız kalan şeyim şu numun sonradan خلاص نتیجه فیتبعون احسن یک معیار بنا ایشو خدا محوری چیز تو بازد مگر هر چیز بر نکر عمل فیتبعون احسن اشکال شیء کرد نه اشی باب وانی اشتی کرد کوشش بنا یی کرتی کاری باب کاری لولو شبنا لولو سین حالت چیز ایشو غلط دیگر ترجمه ایشو قطعا غلط بلکه فیتبعون احسن ممکن کوئی نیست غلط ہے کوئی نہیں نه قرآن چی میفرماید بوز بشارت ده یا رسول الله ایمان یستمعون القول بوزان چی پرست که اما فیتبعون احسن یا صحیح چه تو چه تاف یم چه ایمان خدایان چه روز وقت لابد هداهم الله هدایت کرد بیشیم نماز کران کرد شو آیه قرآن بوشت گاری درس کرد سوره زمر یم نشو خدایان هم اولو الالباب یم نشو مغز یم چو صاحبان مغز یم نشو کواری بناویس کم کرد عزیز و من بزرگ و نوجوان بالخصوص عزیز جوان سرس کرد این عزیز برای کاش صاحب علم شد علم از همه کن علم از همه کن یک کارو صحیح جای استعمال میشه امروز یه جمله عرض کردم تو اگر سوشال میدیا چلاوان چو چلایو تو این حرفی چون مگر غلط مکریو استعمال تا چیز است مدیو یه سبب ذلت باید قوم کرد ولو فرض کرو انسان است الگمان است گمت انسان چه بشر غلطی که کسی تا یا سهوان است گمت یا عمدن است گمت مگر یه من چیزا مدیو پوچر یس باعث بنی سبب بنی قوم است به ذلت تولی یه دشمن از من یک ابزاره دشمن کردت ابزار است
استعمال ایشی سبب ذلت، ایش سبب زلال. عزیز و منو نشو صاحب علم صاحب فهم افنس فهم سيكون علم سيكون علم ما نقول يعني مهشو يسحب دغري يا شمس يتبع نه اگر وزن شو سرتیفیکن ممکن یعنی بعض افراد من سرتیفیکت اصلا سرها باز نی مگر یگوسن اتبار بلکه یگوس علم امسنس اخلاق اسم مزن کردار اسم مزن رفتار اسم مزن گفتار اسم مزن تاثیر پذیر اسم گمود علم این چیز ممکن دکتر است ممکن پروفسور است ممکن اعلی مقام است است مگر کردار است بدترین کردار رفتار است بدترین رفتار سواشی سبب ذلت علم گوش انسان بنام علم گوش انسان است مثلا انسانیت پیدا کار انسانیت پیدا کار یکوس مس امی حیوانیت نشون نبر کار عجیب شو چیز بل صاحبان علم شو یعنی حرکت کردن شاید حیوان تکرد مسالک یعنی عزیز و صاحبان علم اساتید گرامی تو را دقت کرد بلکه دو خودگوستون معاشره اکسو ایدل اسوه حسنه بانون نمونه بانون هر اعتبار اعتقاد بالخصوص اعتقادی اعتبار کردار اعتبار رفتار اعتبار اخلاقی بود اخلاقی بست اصلا قوی سبدو حلم نرمی تواضع انکساری یه چو مهم لازم شاید اگر ایسه یه چیز باید کرو یقین تاوست که امام یه ایسه امام دی ایسه دیدار یقین پرده ایچه بودا امام چه پرده گای بس مزن اما مطمئنن امام چه پرده گای بس مزن پرده گای بس مزن چه ایس پرده گای بس مزن چوز بگناه دار اگر به پنون پان امی پرده گای بس مزن کده امام امی پانه بسی چون امامان ضرورت کرد اش اسیر ها يهمك نيس اسير قصاص يشخص برستي انا برستي يا اسير يا ام قسم اسير قسم يشو سرها خطرناك اگر قص اصل قلت اسير اهل بيت اسير قران است اسير امام الزمان اجل الله تعالى فرج شو امام نزبه قاسم يعني بنون بون حوالي فرمو امام كاش میکنه انسان شو دلچو رنجیده گسن دلچو آزرده گسن یلیس من این حرقات سقنا دو خدا باشد منو عزیزه و بزرگ و ناجان یکوس ناس یتی کلمه گو یتی حسین کارن نمور یتی حسین کارن نمور مگر فرق کیا است مگر دورل کیا است بس نتیجه چیه نشود تو حسینی نشود با حسین مطمئن بس خول که عرض کرد نه تو حسینی نه با حسین کیازی بس گاری که عرض کرد ایشو فرمایش اهل بیت اگر سید الشهدا علیه السلام من زو چه بدید بذل مهجته فیک لیستنخد فرمان بذل معنی گو خرج کن اگر سید الشهدا من زو خرج به این معنی چه بدید كذي reason جو عربي لفظي لام بيان كان سبب كذي ليستنقذ عبادك من الجهالة بحيرة دلالة دو بندگان خدا بتوی عزیز ازگی زلالت جهالت منزل نیر اگر سین حرکت نتیجه داشت در واقع زلالت در واقع زلالت هم نیومد اصلا جهالت هم سمجھو اش رسم و رسومی آزادا نسو ذمہداری سمجھتا نسو ڈیوٹی سمجھتا انجام دے
عزیزو بزرگو نوجوان थोड़ा सा دقت करो من الحركات اللي بتحصل يبقى اليوم ديت ديوان جو ممكن فيوتشر اسمه نديمو يقين نديمو او شو اسمه يتم بشنو خدا تعالى باشي بدا بس عمو جمان بشي ميراث تتم باشي محلو شيدي ناس بمان باشي بنون يمكن يجيبون لا فقاش بياك عزيز مش عدنا طالب اللي فقاش قال مدين اخ صاحب العلم ماشي ما هو عدنا طالب العلم ماشي مگر زمداري شو تاين مش بني اعتبار زمداري تو شو بني اعتبار زمداري بقى قصنا امام يتحط راونه چقدرش ادا کرا بس امام سلمان چه مزنی سک نه اوس رفتاری نه اوس کرداری نه اوس گفتاری نه اوس حرکاتی ایش مهم چیز بقى قصنا سر جکون کیه بلکه بقى قص افتخار سانیس امام مسکون نظر حق نرالایت نو نظر کسرال امام مسکون بقى مهم چیز بقى قصنا بتوی روزن ہے امام شو فنی اعمال است فنی کردار است فنی گفتار مهم چیز منو عزیز چیز شما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين ونار للعاصين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد ثم صلاة وسلام على علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد ثم صلاة وسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك كل صلاة
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مجددا به یک فرچوز پنس نفس است توصیه کرد توی عزیزا تذکر دوان تقوی الهی. من عزیزو تقوی چو بهترین زادراه تقوا چو بهترین اسی اکثر رحتوشه یسی مقام عالی اسنان واتنه بشوز گوانیت پنیس یک ادنا یک زلیل نفس است توصیه کرد. بعد توی عزیزا مومنا تذکر دیوان من عزیز و بزرگ و نوجوان برای دو تاوی های کوشش ازگیس هر دو خدای است اتک قدم نزدیک سر برای دو گستی های انسان صبح وقتی امزگز بالکل تا ات موت الاسگر استان موت الاسگر یعنی نیندر ات موت الاسگر استان یه های کوشش روزین که بگسوس خدای است نزدیک سر. لذا صاحب تقوی شو خدای نشان مول تاوان صاحب تقوی هستی شو خدای نشان ارزش اش بهترین راهنما درود و سلام اسین سین استیتس نبی است محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفتن یمسین بهترین راهنماش یمسین بهترین و تهاویش درود و سلام اسین ایم خدا علیه السلام الفتن یمسانی قدر ستا بهترین تعظیم برگزیده افراد خدای سن طرف که فقط هدایت بشر فقط سانی کادر دو اس گسن گمراه سبدین دو اس گسن صوت اختیار کردن یتبکن عذاب الهی است. لذا معنی و عزیز و بزرگ و نوجوان کوشش تاویه والله چه اکمز عزت والله چه اکمز مکان که اهل بیتن گسر نزدیک بالخصوص وقتی که امام سید کرد رابطه کیا شد بمان ساد نسکه بعض مومن اصلا یکین دفع عمل کردن صبح بطا نماز پتن 10 منٹ علاوه لگنی که شاید 5 لگن دعای احد شو اگریمنت امام سید اگریمنت هر دو صبح کرو امام سید اگریمنت مشکلی سان لگن 5 منٹ ممکن 10 منٹ لگن 10 منٹ یان سو ورد زبان گسی 5 منٹ لگن یمن الله تبارک تعالی چه صلاحیت دسمس عربی پرنوی قرآن پرنوی که محکم ایزیلی آرام سان پرده یا اگر نه حکان آل شو تیم تی اپس درام سو آدیو تویو بوزو آد بوزدست شو شرم و روایت المزان چه یستجهن دهن دای عرف مسلسل پری تک گسیس نتجهن دهن اگر آد دوران پات مری محل تجهن دهن آسیس برمودن یلی امام ظهور کری امام کد اینستمیز کبری مزن به اذن خدا پانسید که رسم الله یشو از شرع لذا شو اگریمنت یو شو نسک خدایست نزدیک است وسیله نحن وسیله فاطمه سلام الله علیها نحن وسیله ایشو بهترین وسیله اور امام شو فرزند زهرا سلام الله علیها یعنی حدیث امام صلی الله علیه و الحجه لساخت الارض باهلها اگر نه حجت خدا بون اگر نه فرزند زهرا سلام الله علیها زنده آسیها یہ زمین دبای ها لوکن بانسن لساخت الارض باهلها لوک سمیت گشت ها دبه مگر اگر یہ دایم قایم چه اگر یہ ساری جاری شی سوری چه ببرکتی امام الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف صلوات اللهم صل علی محمد لذا کوشش تا که امام از نزدیک است که هم نقاط کرد یک هفته است من شو عظیم اید میگه اجبر تریلکی لفظ استعمال عظیم اید واقعا یشو اکتر شو قرآن تایید کرد تاوی کرم تریلک تکرار عظیم اید اشی کدی روایتن مزن صور اید یعنی اخ اید چه عید الفطر بیاخ اید چه عید قربان
بیاق اید چی؟ ایدی جمعه. جمعه هستی چه آمود؟ اید ونne. ایشو که من افرادن این کار شاهدن بهترین لفظ یم امام اسمرالان چی که تمیده که جمعه واجب. تینده کردن. ایشو اخ اید اخ. روایت نمازن تأکید آمود اذکر. بیاق اید چی؟ ایدی گدیر. مگر پگاه روایت نمازن امام صادق علیه السلام یعنی فرماوان یوس عظیم ترین اید شه سچی اید گدیر یچی اید محمد و آل محمد یچی اید اهل بیت علیهم السلام وچو بگر که نکات هست که نکات کرده است توی توجه یچو امر خدا حالا اثبات ولایت علی ابن ابی طالب وقتی جایشان بگرده سری شیعه سنی روایات نقل مگر جمله که نکات کرده عرض یه آیه مبارکه می تلاوت کردیم مش خاطر مثلا و ما ینتکو عن الهوا فرمان که چه این هو الا وحی یوها ببر آرام سان دو متوجه یعنی ساده لفظ ها پیغمبر چون کلام کردن مگر یه تیمیز خدای سن طرفش امر ثابت ساده لفظ حالا ممکن دقیق معنی کنه مگر مطلب باتان خود جو ہے پیغمبر ناشون تیمانان پان کوت چیز پان مگر سو چیز شو ونان یوس تیمیز خدای بیان کران شو وجو دیگر است یہ گدیر یہ بہت عظیم روایت خود آیه قرآن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چو از سوی پروردگار عالمین امر کران کم قسمک امر سوره مایده آیت نمبر 17 فرمان یا ایها الرسول توجه کنید مگر یه آیه هست یا ایها الرسول ای رسول بلغ واتنا هز بلغ ما انزل الیک من ربک یکی از پنیس پروردگار عالمین سن طرف نازل گئی امر آی کرن بیان آی کرن ون آی فرمان آی خدا سن طرف و این لم شرط و این لم تفعل ای رسول ای میانی حبیب اگر نه کام انجام دیتت اگر نه کام چه اندواتناوت فما بلغت رسالته کانکی رسالتی واتناوت نتان والله یعصمک من الناس سماز بر پریشانی بشریج سوی کین وات ناین ازیت کین وات ناین گازن وشو یہ کلام شو کلام خدا بزبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آخمز ماشو شر مسلمان است یوز بسپتن باقی مسلمان ممکن چه کٹ مسلمان دیایش کن سو کارین آت بڑے ایدخا سو کارین تھائی آت نسبت ایمان آشتن مگر یوز باقی مسلمان حقیقی آش یوز مسلمان باقی آش یوز بسپتن آش رسول الله سند آشد رسول سند معنن بول آش اور یک آیت اس بڑا آشتس نظر کہ وما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها کہ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شلبان کلام کران یکی از آدمیز پروردگار عالمینی میگه امر کران چوز فرمالان چوز سوی چوز سلوکن تاین واتناوان اور یک آیه مبارک اس مزن فرماوان تنیس رسول است واتناواز ایمان رسول بکر عرض واتناوان کاش ایمان رسول واتناواز یکی اساس میمونوی اگر نتse یکم انجام ده وجود دیگر کرجها قرآن خولو سوره مائده وچو آیت نمبر 77 وچو و این لم تفعل اگر نتse یکم کرد که انکی رسالتی وزند رسالت که ایت شروع بمتن از آدم تا محمد مصطفى صلی الله علیه و آله و سلم اخلص و اساس پیامبران هون سردار کوشو رسول رحمت صلی الله علیه و آله سرچی ناقص سرچی زای اور یہ آیت کنی شیعہ سنی تفاسیر تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحه نمبر 200 فرمان نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب
ये अहल सुन्नत अजीजन हो तफसीर ये आयत सागी नजिल नस्बत अमीर المؤمنين عليه السلام روح المانی دیش تفسیر اهل سنت جلد نمبر 6 صفحه نمبر 139 يساقي نازل نسبت الرسول نسبت آية نازل يدر واقع امير المؤمنين عليه السلام نسبة دقات كرجو خدي الدر المنصور جلد نمبر صف نمبر زهد ارنمات فتح الكدير جلد نمبر صف نمبر 6 تفسير على المنار جلد نمبر 6 صف نمبر سورة الترهون مختلف لكن وقت الجايشان ايش عم تشكران يما ساقي نازل كازي ابن مردوي عن ابن مسعود الصدنك الكرام فرمان قال كنا نكره دقات كرده وقت الجايشان بس يوأكرار قال كنا ये ابن مردوي روح المانی صاحب تفسیر روح المانی بیان کران ابن مسعود از نش روایت که فرماوان تفسیر یک آلوسی کران پنج تفسیر از بیان که قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اس حساس یہ آیت کس آیت آیه ابلاغ یا آیه رسول بلغ ما انزل آچوانا آیه ابلاغ اس حساس قرآن که تباید على عهد رسول عهد زمان در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بلغ ما انزل الیک من ربک دقت کردو یلی آیت اسپران یا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اتنتان کو مانا یا رسول من حبیب واتناوات لکنتان پترس مزباق رکان مزباق است آیت سرکان مزباق است جمله بیان کران دقت کردو مزباق جمله بیان کران کوش جمله فرمان است ان علی ولی المؤمنین علی چو مؤمنان هند ولی یعنی ای رسول باطن آواز لکنتان کیا ان علی ولی المؤمنین علی چو مؤمنان هند ولی و این لم تفعل اگر نتوهی ای حبیب یکم انجام دیسو کسکم که علی چو مؤمنان هند ولی و این لم تفعل فما بلغت رسالتك كأنك جواب نود رسالتی بشو یه روایت کرد از آخری وقتی گنجایی چند یه روایت کرد عرض که از یعنی دین اوس ناقص تاغدیر دین گو کامل بشتو گاریو که عرض کردن طبق آیه قرآن وست آیه اکمال اليوم اکملت لکم دینکم از گو دین کمپلیت لطفاً اوس ناقص یہ روایت فرماوان خطیب بغدادی با سند معتبر این تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحه نمبر 186 سندر فرماوان خواه غدیر خمین یه نزلگی سواس غدیر خم لما اخذ النبی یه ویجه تفتو اخذ رتون دست مبارک امیر المؤمنین علیه السلام اخذ بید علی ابن ابی طالب فقال لکنونون الست ولی المؤمنین ها بچسنا مؤمنان هند ولی اقرار رتون لکن ها بچسنا الست ولی المؤمنین بچسنا مؤمنان هند در واقع ولی قالوا بلا یا رسول الله ساری دود در واقع جواب احمد یا رسول الله تشوف ساری کت افضل فقال فرمود قال رسول الله پیغمبر خدای ساری لکو اقرار کر فرمون من كنت مولا فعلی مولا بس یسند بم ولی چست تشو امیر المؤمنین ولی تسند مولا چو علی فقال عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه عمر بن الخطاب که وسط موجود کن یعنی ما یه بوز یه معای در خدمت رسول الله در خدمت امیر المؤمنین تو فرمو که عرض کرد رسول الله امیر المؤمنین از بخن لك یا ابن ابی طالب یعنی مبارک شو اصبحت مولای یعنی اتونا یای نسبتی امیر المؤمنین است که عرض یا علی تحت و آزمیون سرپرست مولا اصبحت مولای و مولا کل مسلمین تمام مسلمانان هند ولی فانزل الله گدی فرماوان خطیب بغدادی
پنی سر تاریخ بغداد سندر فانزل الله پس امی ویز کر خدایم یه آیت نازل اليوم اکملت لکم دینکم صلوات لذا دین سبد و کامل لذا منو عزیزو بزرگو حالا وقتش گنجایش بود بگرایمش فضیلت بیان اما یکر عرض یعنی یکی نیست باکم دوهن بٹن سو پنیز گرس هر اعتبار غذا اعتبار شو وسط دیوان ها امدا که ضروری وسط دین نو لباس لاگون موتر کارون پنین بلتن ایدیدین بچن ایدیدین گرباشن ایدیدین دوستن ایدیدین احبابن ایدیدین شو امد آمد تأکید آمدن امدا شو اصلا سرها بهتر یعنی مومن اصلا اونا چه ثواب حالا وقتش گوجه شمل ویلا بحشو مفصل آتشو آمده امام رضا فرمان روز جدید چی یوم تودد این در واقع یوم مودد محبت مای محبت باگران اگدو لذا اگر کوری قسمش کدوریت شه دلبدی شه خدای است کرو احد امدا کرو صدور جشو بهتری طریق ها گل است گدیر یا تاو تل حکاوز در واقع نسبت کربلات فکر کرده کسی یعنی گدیر مشراونوک ندیچو کربلا گدیر مشراونوک ندیچ کیا چو اگر تیمو تمیز گدیر آشا یا تومد کربلا یعنی وجود اسمنس کتی طور کی اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير